درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 53. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب ششم، باب دوم. این آسیاب‌ها از ابزارهای سبکترینی می باشند که برای تیار کردن نان به کار می روند. شما اینچنین باید وسیله‌های را ذخیره کنید که برای آدمان هنگام بیماری ضرورند. وزن آنها ناچیز است، اما در حالی که اگر چنین بدبختی روی دهد شما به آنها کاری کرده نمی توانید. اینچنین تسمه ها را هم با خود گیرید، چون که همه چیزهایی را که به دوش آدمان و به پشت اسبها بار می کنند اساساً با تسمه ها بسته می شوند. وقتی که آنها سایش خورده کنده می شوند لازم می آید که اگر ریسمان های احتیاطی وجود نداشته باشند بیکار می شینید. بعد برای کسی که نیزه تراشی را می داند خوب می بود که اگر با خود گرفتن کاردی چاقو را فراموش نکند. با خود گرفتن سوهان نیز خوب است، چون که کسی که نوگی نیزه را تیز می کند همزمان نفس خیش را هم تیز می کند، زیرا کسی که نیزه تیز دارد از ترسانچک بودنش به گونه شرم می دارد. اینچنین تخته های زیاد را برای تعمیر چرخ های فایتون ها همراهتان گیرید، زیرا هنگام استفاده زود بسیاری آنها از کار می براید. برای همه این شما باید آلات ضروری را نیز با خود گیرید، زیرا که نه در همه جا استاهای ضروری را واخورده می توانیم. در عین حال آنهای کم شمارند که خودشان یگان چیز را تعمیر کرده می توانند که اقلاً برای یک روز کفایه باشد. اینچنین باید برای هر یک فایتون، بیل و زاغنول، برای هر یک حیوان فایتون کش داس و تبر گیرید. این ابزار به هر یک شخص مفیدند و اکثراً به تمام لشکر نفع کلان دارند. به شما فرماندهان جنگاوران مسلح ضرور است که باید ذخیره های تابع آنتان را با خوراکواری ضروری تفتیش کنید. ما نباید راه دهیم که کسی از یگان چیز تنقیصی داشته باشد، زیرا این نقصان
بر ضد ما بازگشت خواهد آمد و آنچه را که موافق فرمان من به پشت حیوانات بار کردن لازم است، شما راهبران خدمات بارکشی تفتیش نموده به اسب‌هایی که در بارکشی تنبلی ظاهر می کنند پره بار کنید. غیر از این شما راهبران راهسازان از من روی خط آنهایی را گیرید که برای کارناشایمی از قطار نیزه پرتایان، کمانوران و سند پرتایان خارج کرده شده. تعداد نیزه پرتایان خارج شده باید در دوام محاربه حربی با تبرهای کاری کمانوران سابق با زاغنولها و فلخمانداران سابق را با بیل تأمین کرده شوند. آنها بگذار با این ابزار به الها تقسیم شده پیشاپیش فایتونها حرکت کنند تا که اگر در یگان جا تعمیر راه لازم آید فوراً آنها را به کار اندازید و تا که خود من اگر ضرورت پیدا شود دانم که از کجا آدمان را برای اجرای چنین کار گرفته می توانم. من این چنین آهنگران، دوریدگران و چرمگرانی را که سن و سالشان به خدمت حربی موافق است و این چنین همه ابزار ضروریشان را همراه هم میبرم تا که اگر لشکر به این گونه هنرها نیاز داشته باشد همه اشان در زیر دستمان باشد. این هنرمندان از اشتراک در صف آرایی جنگی آزاد کرده می شوند، اما برای هر خواهشمند کاری ماهرانه اشان را به عوض پرداختی پولی اجرا کرده چیزی را که خیلی ضرور است به اجرا می رسانند. احتمالاً کسی از بین تاجران با نیت فروش یگان چیز از پی لشکر می رود، اما اگر در روزهایی که به سربازان دستور داده شده است که مواد غذایی بخرند و هنگام فروش چیزی دیگر به دست افتد همه مال و اموالش را از دست می دهد، ولی چون این مدت گذرد هر چیزی را که می خواهد فروخته می تواند. گذشته از این تاجری که به فروش بیشتر مال می برارد به او هم از طرف هم پیمانها و هم از جانب من با تحفه ها و افتخارنامه ها سرفراز خواهند گشت و اگر به کسی از میان تاجران به اندیشه خود او برای خریدن مال مبلغ کافی نمی رسد بگذار به من اشخاصی را معرفی نماید که او را می شناسند و کفالت می دهند که او همراه لشکر می رود و آنگاه همه چیزهای برایش ضرور را از ما گرفته می تواند. چنینند امر و فرمایش های من. اگر کسی چیز دیگری مفید را داند بگذار آن را به من نشان دهد. حالا همه اتان رفته به راهپیمایی آماده شوید و من به مناسبت به جنگ رفتن ما قربانی می کنم. همین که فالها نیک برایند ما امری به پیش حرکت کردن را خواهیم داد. همه سربازان باید در ساعت تعیین شده با ذخیره اشیای ضروری به نزد فرماندهان خود حاضر شود. شما فرماندهان هر کدامتان باید در گروه های جنگیتان ترتیب و نظام را جاری نموده بعد به خیمه من بیایید تا که هر کس از موقع خود در صف نظامی اطلاع بگیرد. کتاب ششم
باب سیوم. پس از شنیدن این سخنان همه آنها برای سفر آمادگی گرفتند. کوروش باشد به قربانی مشغول شد. از بس که قربانی ها فاری نیک دادند، او فوراً با تمام لشکر به نبرد آغاز نمود. در روز اول او اردوگاه را به قدر امکان نزدیکتر به موقعهای اولی خود سازمان داد تا هر کسی که اگر چیزی را فراموش کند به آنجا برگشته تواند و اگر از چیزی تنقیصی کشد از آنجا با خود ذخیره بگیرد. که اکثر با 3-1 لشکری مادها در عقیب گاه ماند تا که ملکهایش را کاملا خالی نکند و تا که کوروش زودتر به پیش حرکت نماید. او برای راهبری قطار جنگاوران سواره ها را گذاشته پیش از آنها هر دفعه دیدبانگاه های جاسوسان و مراقبانش را در جایهای موافق تشکیل می داد. از پس جنگاوران سواره فایتون ها را در آن جایی که هموار بود و در یک وقت چند قطار فایتون ها و حیوانات بارکش حرکت کرده می توانستند صف می آراست. دسته های فلنگی جنگاوران پیاده‌گرد در قطار عقیب می رفتند و اگر یگان قسمی فایتون ها قفا می ماند، فرماندهانی در آنجا قرار داشته چاره می جستند که حرکت قوه ها به تأخیر نیفتد. اگر راه به تنگی می رفت، فایتون ها را به مابین قطارها گذاشته از پهلوی آنها سربازان مسلح قدم می زدند و اگر یگان مانع پیدا می شد سربازان نزدیکی آنها فوراً برای برطرف کردن آن کمر می بستند. همه تاکسیس ها اکثراً در پهلوی فایتون های خود راه می پیمودند، زیرا به همه فایتون کشان فرمان داده شده بود که در راه پیمایی در پهلوی تاکسیس هایشان قرار بگیرند، به شرطی که اگر یگان تصادفی برای آن خلل نرسانند. قافله سالاری که بارهای تاکسیس را می برد در سر قطار جنگاوران حرکت نموده نشانی را در دست داشت که به آدمان تاکسیسی او معلوم بود. همینطور آنها در فلنگ حرکت می کردند و همه کوشش به خرج می دادند که فایتون کشهای آنها نیز قفا نمانند. با چنین ترتیبی حرکت برای آدمان ضرورت جستجوی همدیگر پیدا نمی شد. همه چیز در کف دست بر این عیان و کاملا بی خطر بود و جنگاوران به زودی هر چیزی برایشان ضرور را دسترس کرده می توانستند. در همین حال جاسوسان که پیشتر حرکت می نمودند در صحرا آدمانی را دیدند که به نظر آنها خاشاک و هیزم جمع آوری می کردند. آنها اینچنین حیوانهای بارکش را مشاهده نمودند که بعضی آنها احتمالاً خاشاک و هیزم جمع آورده را می بردند و دیگری آنها باشند در بالای علفزار می چریدند. به دوری ها نگاه کرده آنها اینچنین حلقه دود یا چنگ و غباری به آسمان پیچیده را هم دیده می توانستند. از همه این مشاهده ها آنها تقریباً با باوری پره به خلاصه آمدند که در کجای در همان نزدیکی ها لشکری دشمن قرار گرفته است. از این رو سکاپرخ در حال یکی از آدمانش را به نزد کوروش فرستاد تا که
از تمام این کارها به او خبر دهد. کوروش به همه گفتار گوش داده فرمان داد که در پاسبانگاهشان حاضر باشند و اگر یگان چیزی نو به نظرشان افتد فوراً خبر دهد. در این زمان او تاکسیسی سواره ها را به پیش فرستاد و فرمود که یگان نفر را از آدمانی در صحرا پراکنده شده دشمن دستگیر کنند تا که از وضعیت درستتر خبردار شوند. دشمن در متن روسی این کلمه جای ندارد. شرح مترجم تاجیکی متن. سواره هایی که برای اجرای این هدف جدا شده بودند و پیش حرکت کرده باقی مانده لشکر با فرمان کوروش فوراً در توقفگاهشان جای گرفتند تا که سربازان فرصت پیدا نمایند که پیش از تماس با دشمنان تمامی چیزهای ضروری را برایشان آماده سازند. فرمان داد که پیش از همه صبحانه بخورند و بعد در سفرهایشان قرار گرفته منتظر فرمانهای نو باشند. وقتی که همه آنها صبحانه‌شان را تناول کردند، کوروش فرماندهان گروه‌های جنگی سواره و پیاده، راهبران گروه‌های فایتون‌های جنگی، راهبران تجهیزات جنگی، همچنین شخصان مسئول نگهداری حیوانات و فایتون‌ها را به نزدش دعوت نمود. همه این دعوت شدگان به خیمه او جمع آمدن گرفتند. در این میان سواره هایی که جانب صحرا رفته بودند یک چند نفر را اسیر گرفته به نزد کوروش آوردند. اسیرها به سوالهای کوروش جواب دادند که اردوگاهشان را ترک کرده و نامعلوم از پاسبانگاه های اول گذشته بعضی آنها برای خوراک و بعضی دیگرشان برای هیزم به پیش رفتند، زیرا از بسیاری شماره لشکرشان در همه چیز کمبودی احساس می‌کرد. کوروش پس از شنیدن سخنان آنها پرسید: لشکرتان از اینجا در کدام مسافه قرار دارد؟ تقریباً در مسافه 2 پرسنگ. پس کوروش باز پرسید: در لشکر شما درباره ما چیزی گفتند؟ زیوس شاهد است، جواب دادند آنها، و حتی اخبار زیاد گفتند و مهمتر از همه آن که شما الکی خیلی نزدیک آمده اید. پس پرسید کوروش: مگر جنگاوران شما این خبر را شنیده شاد شده اند؟ کیر این سوال را مخصوص به خاطر فرماندهانی در آنجا حضور داشته پرسید. اسیران جواب دادند: نه، زیوس شاهد است آدمان ما به هیچ وجه شاد و خرسند نبودند، بلکه آنها را حتی غم و غصه فرا گرفته بود. شما گفتار 53 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کوروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.